سلام، اگر علاقه‌مند به تماشای فیلم‌های ممنوعه هستید، ما لیستی از این نوع فیلم‌ها را در این ویدیو برای شما آماده کردیم. ضمناً این فیلم‌ها را نباید با خانواده تماشا کنید. فیلم اسکور، ژانر رمانتیک کمدی، سال تولید 2015. میچ یک خبرنگار 27 ساله مجرد و عاشق سکس است که در لس آنجلس زندگی می‌کند. او به تازگی از شغل خود که نوشتن آگهی تحریم است اخراج شده و به خاطر شرایط وخیم مالی شدیداً دنبال کار می‌گردد. نهایتاً با مراجعه به دفتر مجله‌ای این فرصت را می‌یابد که با نوشتن یک مقاله کار را تصاحب کند. در همین هنگام با دختری با نام ناتالی آشنا می‌شود. میچ تصمیم می‌گیرد که مقاله خود را از ناتالی الهام بگیرد. ناتالی هم که به علت شرایط غیرایمن کار خود پیشنهاد میچ را می‌پذیرد. رابطه سودمند کاری این دو کم کم تبدیل به یک رابطه احساسی می شود و هر دو برای رفع نیازهای خود به یکدیگر وابسته می شود. فیلم اجازه، ژانر کمدی عاشقانه درام، سال تولید 2017. داستان فیلم در مورد زنی جوانی است که بعد از مدت‌ها دوستی با مرد مورد علاقه‌اش، دوست پسرش به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد و اینجاست که او بیشتر در مورد زندگیش به فکر فرو می‌رود و سوالاتی در ذهنش ایجاد می‌شود که قصد دارد به جواب‌های آنها دست پیدا کند و دوستش به او می‌گوید که قبل از گذراندن بقیه عمرش با دوست پسرش باید با مردان دیگه رابطه برقرار کند. فیلم بی‌حیا، ژانر درام. داستان فیلم درباره پسری به نام تادک میباشد که دوست دارد با خواهر ناتنی خود رابطه برقرار کند، اما خواهر ناتنی او یک دوست پسر دارد. آیا تادک به آرزوی خود میرسد؟ فیلم مرا کن، ژانر درام، سال تولید 2013. میکائیلا یک عمل جراحی تغییر جنسیت انجام میدهد. او یک شب بیرون از خانه با مردی آشنا می شود که دارد سمت خانه می رود. فیلم مرا کن به بررسی درک ما از جنسیت می پردازد و اینکه چگونه هویت ما می تواند توسط رفتارهای مردم شکل بگیرد. فیلم نیمفومانیاک، سال تولید 2013. داستان فیلم درباره زنیه که مبتلا به بیماری جنسی و باید مداوم رابطه جنسی داشته باشد، یعنی باید هر روز رابطه سکس برقرار کنند. فیلم او تعقیب می‌کند، سال تولید 2014. ماجرا با دختری جوان به نام جی شروع می‌شود که پس از رابطه جنسی با پسری به نام هیو وجود شخص یا چیزی را احساس می‌کند که مدام به دنبال تعقیب گریز اوست تا او را به قتل برساند. هیو به او می‌گوید آن شخص یا چیز پس از یک رابطه جنسی با یک دختر به او سرایت کرده است و جی اگر می‌خواهد چیزی که او را تعقیب می‌کند دست از سر او بردارد باید شخصی را پیدا کرده و با او رابطه سکسی برقرار کند.